سلام به شما دوستان عزیز، من ایمان هستم و خوش اومدید به یکی دیگر از ویدیوهای چنل من. امروز قراره که داستان ترسناک سویچ ماشین رو براتون تعریف کنم. امیدوارم که این ویدیو رو تا آخر بیننده باشید و جهت حمایت از من لایک و سابسکرایب فراموش نشه. بریم با هم این داستان رو بشنویم. شبی پدری همراه دخترش در جاده‌ای کم تردد در بیرون شهر رانندگی می‌کرد. آنها کل روز را نزد مادر دخترک که در بیمارستان بود سپری کرده بودند و شب هنگام در حال برگشت به خانه بودند. دختر در حالی که به صدای ضربات قطره‌های باران روی سقف ماشین گوش می‌کرد، خواب چشمانش را سنگین و شروع به چرت زدن کرد. ناگهان صدای بلندی به گوش رسید. پدر با فرمان ماشین دست و پنجه نرم می‌کرد تا کنترل لاستیک‌ها را از دست ندهد، اما ماشین روی جاده خیس بارانی لیز خورد و به دیوار سنگی برخورد کرد. پدر دخترک را دید که در اثر تصادف زخمی شده است. پس از آن از ماشین پیاده شد تا اوضاع ماشین را ارزیابی کند. هر دو لاستیک جلوی ماشین ترکیده بودند و گلگیر سمت راست در اثر اصابت با دیوار جمع شده بود، اما قسمت‌های دیگر ماشین صدمه چندانی ندیده بودند. پدر که سعی می‌کرد وضعیت را برای دخترش توضیح دهد گفت ما حتما از روی یه چیزی توی جاده رد شدیم. هر چیزی که بوده جفت لاستیک‌ها را سوراخ کرده. دخترک در حالی که از شوک تصادف می‌لرزید پرسید میتونی درستش کنی پدر؟ پدر در حالی که سرش را به نشانه منفی تکان میداد پاسخ داد نه، متاسفانه من فقط یک لاستیک اضافه دارم. مجبورم برگردم به شهر و یکی رو پیدا کنم تا ماشین رو یدک کنه. شهر از اینجا زیاد دور نیست. تو میتونی توی ماشین منتظر بمونی؟ دختر با اینکه دلش نمیخواست گفت باشه، اما لطفا خیلی طول نکشه. مرد میتوانست ترس را در چشمان دخترش ببیند. در حالی که در ماشین را میبست به دختر گفت همینجا بشین، به محض اینکه بتونم برمیگردم. دختر پدرش را در آینه جلوی ماشین نظاره کرد که با گام‌های خسته در زیر باران به سمت پایین جاده میرفت تا در سیاهی شب از دیده پنهان شد. 1 ساعت از رفتن پدر میگذشت. دخترک در شگفت بود که پدرش چرا هنوز بعد از این همه وقت باز نگشته است. او بسیار نگران بود، چرا که پدرش تا اون موقع باید برمیگشت. در همان هنگام نگاهی به آینه جلوی ماشین انداخت و شمایلی را دید که از دور به سمت ماشین حرکت میکرد. دخترک فکر کرد که آن شخص پدرش است، اما هنگامی که سرش را برگرداند تا نگاهی دقیق‌تری بیاندازد متوجه شد مرد غریبه است. مرد لباس سرمه‌ای پوشیده و ریش پرپشتی صورتش را پوشانده بود. او چیز بزرگی را در دست چپش گرفته بود که با هر قدم به جلو و عقب تاب می‌خورد. چیزی در رابطه با مرد غریبه وجود داشت که دخترک را عصبی می‌کرد. همانطور که مرد به ماشین نزدیک می‌شد، دخترک به شیشه عقب ماشین خیره شد و چشمانش را ریز کرد تا بهتر ببیند. در نور کم جاده دخترک فهمید که مرد در دست راست خود چیزی را محکم گرفته است، یک ساطور بزرگ و تیز. مغز دخترک وحشت زده سری شروع به کار کرد. هر دو در جلو را قفل کرد، سپس روی صندلی عقب پرید و درهای عقب را نیز قفل کرد. وقتی که سر خود را بالا آورد، مرد غریبه را دید که ایستاده و به نظر می رسد که مستقیما به او زل زده. ناگهان مرد دست خود را بالا آورد و دخترک جیغ بلندی از ته کشید. در دست چپ او سر بریده شده پدرش بود. دختر پشت سر هم جیغ می کشید. نمی توانست خودش را کنترل کند. قلبش دیوانه وار در سینه می کوبید و به سختی می توانست نفس بکشد. چهره پدرش حالت وحشت‌زدگی را هنوز در خود نگه داشته بود. دهانش باز، مردم‌ها که چشمانش به سمت بالا چرخیده و سفیدی چشمانش معلوم بود. وقتی که مرد غریبه به ماشین رسید، صورتش را به شیشه ماشین چسباند و با چشمانی سرخ و دیوانه‌وار به دخترک خیره شد. موهای مرد آشفته کثیف بود. روی صورتش نیز زخم‌های عمیق خودنمایی می‌کرد. برای یک لحظه مرد همانجا زیر بارش باران در حالی که پوزخند می‌زد مانند مرد دیوانه ایستاد. سپس دستش را درون جیبش کرد. چیزی بیرون آورد. به آرامی دستش را بالا برد. سویچ ماشین پدرش بود که آن را روی سقف ماشین گذاشت و در سیاهی شب ناگهان ناپدید شد و بعد از آن دیگر هیچ کسی آن مرد را ندید.
خب دوستان عزیز، این بود از ویدیو امروز. امیدوارم که از این داستان خوشتون اومده باشه و مثل همیشه لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.